اصل انسان نیت مقصدش دیدار الله باشه. الله منو ببینه، مسجد برم که الله ببینم، فلان کاری خوب بکنم که الله ببینم، نماز بخونم که الله ببینم، روزه بگیریم که الله ببینم، حج برم که دیدار الله اعتباره. اگر همه هم ببینند که الله نبیند، این عمل فایده نداره، یگان فایده نمیبخشه. والله قسم دردی سرت میشود. اما اگر همه نبینن الله ببینه، برات بسه. همه نبینن الله ببینه. دیدار الله اعتبار. خود جناب پیامبر صلی الله علیه و آله از ریاکاری، از خودنمایی حذر کنه که ریاکاری و خودنمایی شرک اصغر، شرک میده های. شرک گفتیم که به خدا شریک آوردن. در برابر دیدن خدا، دیدن یک شخصیت میاری جامعه. اگه جانی بیگ ببینم، یکم ببینم، ملا بچه ببینم، دادرم ببینم، در برابر دیدار خدا، دیداری که یک کس میاری شریک میاری. خدا بینم نه فلانی ببینم. معرکه خوب نکنم یا هم بچی میگم. به این خاطر انسانیت همین ریاکاری هم کارو چه پاکیزه. گفتیم اگر مقصد نیت ریا باشه، انسان فایده نمیده. زیر ضرر میکنه. ثواب نمیگیره. انما الاعمال بالنیات. جناب پیامبر میگه هر عمل ثوابش وابسته به نیت انسانه. هر عملی که ما میگیم مسجد میریم که اینجا خداوند دین نگاه میکنه که مسجد به چی خاطر اومده. ثوابی هر عمل وابسته به نیت. فانما لکل امرئ ما نوی. هر نیتی کردی وابسته به نیت یا ثواب میگیری یا گناه میگیری. اگر نیتت خاص رضای خدا باشه، محبت خدا باشه، فرمانبرداری خدا باشه، ثوابی هم را میگیری. نه که اگر نیتت مسجد آمده برای دیدن مردم باشه، فوراً دام چی گپ میگذره، همون چیز هست. ببین وابسته خداوند در یک حدیث قدسی میگه که من دل انسان نگاه میکنم. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم. خداوند میگه من به سوی صورت شما و جسدهاتون نگاه نمیکنم که رنگ روی بزیب داره، ریش رو تراشیدگی یا در بدن چی نوع لباس داری، چی نوع بدن جسم بدن داری. خداوند میگه استما اعتبار نیست. چهره تو را، صورت و لباس و سر بدن تا نگاه نمیکنه. خداوند میگه ولکن ینظر الی قلوبکم و اعمالکم. ولکن من نگاه میکنم دل تو و عملهات. دل یعنی که اونجا اصل انسان با دل انتخاب میکنه. فکر چیکار میکنه؟ فکر میکنه، دل قبول میکنه یا رد میکنه. پروردگار میگه دل تا نگاه میکنه که چی مقصد داری، چی نیت داری و چی خاطر این کار کرده است. و عمل تا نگاه میکنه که چی عمل داری. مولانا یه مصرع داره در مضمون همین حدیث. پروردگار میگه که تو بیرون را بینگری و قال را، ما درون را بینگریم و حال را. گفته انسان تو یک کس اگر ببینیش، بیرونش هم ببینی و گفتارش، حال گفتاره. داملا بسیار خوب گپ میزنه، امر معروف خوب میکنه، راحت میکنه، حلاوت میبره، سر بدنش هم خوشرو پوشیدگی ای. نه که ای درون داملا به خبری تکه جان. ای درونش دیده نمیتونی. رب العالمین که انسان تو بیرون میبینی و گفتار، تو بیرون را بینگری و حال را، ما درون را بینگریم و حال را. الله رب العالمین میگه من انسان درونش نگاه، حالتش نگاه میکنم. در کدام حالت؟ آیا بنده هست یا نه؟ آیا نیتش خاص به خاطر خدا خالص هست یا نیست؟ پروردگار میگه ما هیچ نگاه نکنیم. با بیرونت کار نداره، با درونت کار داره. که آیا درونیت در دل چی چیز جاشیدگی؟ آیا در دل محبت خدا هست؟ در دل یاد خدا هست؟ اصل دل انسان ذکر یاد خدا، محبت خدا آرام میگه. آیت قرآن رب العالمین الا بذکر الله تطمئن القلوب. رب العالمین میگه با ذکر من دلهای شما آرام میگیرد. اصل انسانیت همین خواهان آرامی است. انسان
اگر شما اهمیت داده باشه، بسیاری دارنده ها یگان جا که جا میرن سیاحت میرن، استراحت میرن، ترکیه میرن، یگیپت میرن، بگن که جا میریم دمگیری میریم، آرامی احساس کنن، نه؟ و این خاطر آدیخ میرن. سیاحت، ترکیه رفتن، یگیپت رفتن برای انسان آرامی نمیبخشه. یگانه چیزی که انسان آرامی و راحت میبخشه، خداوند میگه که الا بذکر الله، این را انیق بدونه که فقط به ذکر یاد الله تطمئن القلوب، دلها تو آرام میگیرن. آرامی میخواهی، راحت میخواهی، خاطر جمعی میخواهی، خوشحالی میخواهی، خرسندی میخواهی، نجات میخواهی، میگه ذکر یاد منه در خودت وظیفه داشته باش تا اینکه آرامت بگردی. دلت را خانه من کن، مصفا کردنش با من، به من دردی دل افشا کن، مدوا کردنش با من. رب العالمین میگه دل تا خانه من کن، یعنی در درون دلت محبت من جا کن، من دلت را صاف میکنم، راحت آرامش میگردونم. درد دل به من بگو، میگه من برای درد دل دوام میبخشم. در پیش هر کس شکایت نکرد. و انسانی که امروز میره نزد شکایت میکنه، یه لحظه میشه که دشمنت میشه، سیف تا در همه جا آشکار میکنه، افشا میکنه. یگانه او ذاتی که یعنی همیشه سیر ما را نگه میداره، سیر ما را پنهان میکنه، الله رب العالمین. برای همین ما و شما اگر بخواهیم آرامی، رب العالمین خودش میگه ذکر الله. ذکر الله چیه؟ سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر. که سراسرش انسان، وجود انسان، حیات انسان آرام میگرده. انسان راحت میشه وقتی از تحت دل جمله ها را، این سخن ها را میگوید، بدن راحت احساس میکنه، آرام میشه گیره. به همین خاطر انسانیت باید حرکت کنه برای آرامی، هم زندگیش، هم خوشحالی، هم برکت حیاتش. ذکر فقط بدن تا آرام نمیگردونه، فقط بگیم برای آرامی بدن تنها نه. ذکر یاد خدا با فایده ای بزرگتر و بالاتر هم داره. پروردگار میگه فذکرونی اذکرکم، میگه من یاد کن، من هم تو را یاد میکنم. من یاد که خداوند میگه من تو را یاد میکنم. مفسران میگن که انسان با زبان خدا را یاد میکنه، اما خدا بندش خیلی یاد میکنه. پروردگار چه خیلی بنده شما، ما این پروردگار میگه سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر. خدا چی یاد میکنه؟ که عبدالقادر جانبی یکم نمامونو میکنه؟ نه. یادی خدا را مفسران میگن که وقتی ریزق تقسیم کردنی میشه، ملائکه وابسته به ریزق هم میگه اینی اکم ذکر گوینده ریزق زیاد کن، یکی جانبی که ریزق زیاد کن، فلان دادر ما ریزق زیاد کن، برکت در حیاتش بیار. خدا فراموش داد نمیکنه. بعضی مفسران میگه خدا میگه که ای انسان تو من یاد کن که من تو را فراموش نکنم. وقتی بخشش نعمت فراموش داد نکنم، وقتی بخشیدن گناه فراموش داد نکنم، وقتی دفع بلا فراموش داد نکنم. یادی خدا در حق بندش همی بوده که ای حیات بنده رنج و مشقت مشکلی را دور میکنه. سببی که ما امروز قد پریشانیم، بی برکت شدیم، دیگه چی بودن و چی کار کردن، سببش اینه که یاد خدا دوریم. در دل ما چی جا شده که دنیا، زن فرزند، پول و مال، کار، شبم کار خواه میبینیم. در دل ما محبت دنیا جوشته که انسان اگر قرآن نشوش بینیم، قرآن ما غریب هم بیچاره خوننده نمیابن. مردم سراسی رو میخونن، وقت نگه میکنه که وقت نرسته بشه، طرف سلام میکنه، طرف دیگرش نمیبروید. قرآن هم میبینه پرا ندارم و یا 5000 رو نشون دیلش گم میزنه. برای چی؟ همون چیز در دیلش جا شده است. در دیلش 5000 های، در دیلش دنیا های، در دیلش زن فرزند های، خدا نیست. اگر در دل خدا باشه، مسجد میاخت راحت احساس میکنی. جناب پیامبر میگه المؤمن فی المسجد، میگه مؤمن در درون مسجد کسمک فی الماء، مثل ماهی در درون آب. مؤمن در درون مسجد میگه مثل ماهی در درون آب. ماهی را آب بیرون که میمره. همین انسان هم مسجد دور شود هلاک میشه، نابود میشود، بدبخت میشود، خار میشود. همین جناب پیامبر صلی الله علیه و آله که مؤمن در مسجد باید راحت باشه، نه که امروز برعکس مؤمن در مسجد ناراحت میشود. برای همین اکوای جون ما و شما به خاطر هم آبادی دنیا هم آخرت ما حرکت کنیم، ذکر یاد خدا داشته باشیم، در دل ها محبت خدا را جا کنیم.
محبت زن فرزند از دل بیرون کنه. ای روزی که محبت زن فرزند کل ما در دل ما جوشتگه او پریشانه، آرامی و راحتی خود ما احساس نداریم باور. فقط غم، فقط رنج، فقط مشقت، فقط ناراحتی. یک غم ای حیات دور منی که این حال ای فکر دور نشده با یک غمی که در حیات میه. برای این حرکت کنیم و حل کننده تمام مشکلی های ما الله رب العالمین. در ذکر یاد الله باشه تا اینکه خداوند مشکلی ها را و وزنینی ها را از حیاتمون دور بگردونه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب